سلام، فاطمه رودی هستم. امروز اینجا هستم که با هم در مورد این صحبت بکنیم که چرا توی رابطه اشتباه موندی و چی باعث میشه که این رابطه رو ادامه بدی. قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنیم خوشحال میشم که سابسکرایب بکنید تا بتونید ویدیوهای بعدی رو ببینید. نظرتون حتما در آخر ویدیو برام بنویسید ببینم این ویدیو رو دوست داشتین یا نه. اگه توی رابطه سمی هستی که هر روز داره بهت بی‌احترامی میشه، پارتنرت خشم زیادی داره، ممکن حتی خیانت ببینی، ممکنه اصلا توی این رابطه حس خوبی نگیری، ولی همچنان داری به این رابطه ادامه میدی و اصلا هم حالت خوب نیست. ممکنه این رابطه سالها ادامه پیدا کنه، 10 سال، 12 سال یا حتی بیشتر از اون، و تو میدونی این رابطه اشتباهه ولی داری بهش ادامه میدی. اینجا چند تا دلیلش رو حتما بهت میگم و بهم بگو که کدوم از این موارد رو داری. اولین مورد اینه که تو وقتی که چندین سال از رابطت گذشته هنوز به 1 سال اول رابطت فکر میکنی و میگی اون روزا خیلی خوب بود. و وقتی که با مراجعینم در مورد این صحبت میکنم همیشه بهم میگن که اون خیلی خوب بود، اون میتونه بازم خوب باشه. ببینید پارتنر شما معمولا که آقایون اینطوری هستن، خب ببینید اوایل رابطه داره مخ تو میزنه، داره کاری میکنه که تو بهش نزدیک بشی، داره جذبت میکنه و هنوز ترس از دست دادن تو نداره، چون تو هنوز اونقدر بهش وابسته نشدی و واسه همین خیلی باهات خوب رفتار میکنه، هنوز براش جذابی، هنوز وقتی تو رو میبینه مغزش دوپامین ترشح میکنه و بعد از چند ماه یا 1 سال براش عادی شدی و دیگه مثل قبل مشخصه که دوستت نداره، یا حتی که دوستت هم داشته باشه آدمیه که توی محیط خیلی سمی بزرگ شده و نمیتونه باهات خوب رفتار بکنه و تو هنوز منتظر اینه که اون تغییر بکنه. مورد بعدی اینه که پارتنرت ممکنه از اولم بد بوده باشه و تو به خاطر آدمی که تو ذهنت ساختی، توی رویاهات ساختی، هی منتظر باشه که اون تغییر بکنه. ممکنه قبل از اینکه وارد رابطه بشی یه سری چیزا در مورد شنیده باشی یا یه مدت کوتاه باش آشنایی داشته باشی و همون چیز تو ذهنت مونده و بزرگش کردی و فکر میکنی که قراره یه روزی اون موجود رو ببینی، یه روز قراره اون آدمی که تو فکرت رو باهاش روبرو بشی و میبینی 10 سال از عمرت گذشته ولی هنوز اون آدم رو نمیبینی. این به خاطر فکر توه. این تویی که داری اشتباه فکر میکنی و با آدمی که تو ذهنت ساختی داری زندگی میکنی و همچین آدمی وجود نداره. مورد بعدی اینه که فکر میکنی که بدون اون آدم نمیتونی زندگی بکنی. فکر میکنی که اگه اون بره من با کی باید برم بیرون، کی قراره با من حرف بزنه، قراره بدون اون اصلا زندگی چجوری باشه. تو چون چندین سال به خود اجازه دادی این رابطه صمیمی ادامه پیدا کنه و زندگی بدون اونو بلد نیستی. ولی الان مگه زندگی جز اینه که بی توجهی میگیری، بی احترامی میگیری و همش ناراحتی و یعنی 90% مواقع ناراحتی، احساس ترس داری و اصلا حس خوبی به این رابطه و خودت نداری. ولی بازم فکر میکنی که اگه قرار اون شخص نباشه تو قراره چه اتفاقی برات بیفته و یا حتی فکر میکنی قراره بمیری، قراره عزاداری بکنی براش 2 ماه 3 ماه، فکر میکنی این عزاداری تا ابد ادامه داره و هیچ وقت قرار نیست حالت خوب بشه. مگه الان حالت خوبه؟ متاسفانه چون وابستگی شدیدی بهش داری حتی نمیتونی فکر کنی که الان رابطت خوب نیست باهاش و اصلا حالت خوب نیست. مورد بعدی که هست اینه که میترسی تصمیم اشتباه بگیری. ببین از 100% رابطت ممکنه 90%ش بد بوده باشه، 10%ش خوب بوده باشه. یعنی تو اون 10% طرفت به توجه کرده، باهات خوب بوده، کادو گرفته برات، حالتو خوب کرده و 90% مواقع همش داشته اذیتت میکرده و تو اون 10% رو همش بهش فکر میکنی و پیش خودت میگی که نکنه دوباره یه روزی بخواد اون کارا رو انجام بده، نکنه این شخصی که داره این کارو برای من میکنه دیگه کسی پیدا نشه این کارا رو برای من بکنه. اون روز برای من تولد گرفت، شاید دیگه کسی پیدا نشه برای من تولد بگیره. یا رابطه جنسی خوبی داری و فکر میکنی قرار نیست دیگه با کسی تجربهش بکنی، یا اینکه یه سری خاطرات خوبی اوایل رابطه ساختی که فکر میکنی قرار نیست با کسی تجربهش بکنی. مورد بعدی اینه که منتظر شخص مقابل پارتنر رابطه رو تموم بکنه. به خاطر وابستگی زیادی که بهش داری جرئت نداری رابطه رو تموم بکنی و فکر میکنی که خب اعتماد به نفس این که بخوای این کارو انجام بدی و نداری و همه افسار رابطتون دست اونه و حتی میخوای عذاب وجدان تموم کردن رابطه با تو نباشه، واسه همین منتظری که اون رابطه رو تموم بکنه. و خب اون چرا رابطه رو تموم بکنه؟ تو آدم خوبی هستی براش، هرچی میخواد و فراهم میکنی، آدم خوبی هستی تو رابطه و اونه که بده. تو ناراضی هستی تو رابطه، پس چرا اون باید رابطه رو تموم بکنه؟ مورد بعدی اینه که از بس آدم مهربونی هستی نمیخوای به کسی آسیب بزنی. ببین تو این رابطه داری آسیب میبینی و هر دوتون به هم وابسته شدین. اگه بخوای این رابطه رو تموم بکنی طرف مقابل آسیب میبینه، تو الان داری بیشتر آسیب میبینی
وقتی تو خودت رو دوست نداشته باشی نمیتونی کسی دیگه رو دوست داشته باشی. اصلا اون شخص مقابل رو دوست نداری، فقط بهش وابسته ای، چون تو اصلا خودت هم دوست نداری. اصلا نمیدونی دوست داشتن یعنی چی. اینکه تو بخوای به خاطر اینکه فقط دلت واسش میسوزه، یا اینکه میترسی که حالا حالش بد بشه، یا خیلی وقتا تهدید میکنه که خودمو میکشم، واسه این نمیخوای رابطه رو تموم بکنی و میبینی یهو 10-15 سال از عمر تو پای آدم اشتباه گذاشتی. مورد بعدیش هست فکر کنی که وفاداری یعنی موندن تو هر شرایطی. یعنی پارتنرت هر چقدر بهت بی‌احترامی میکنه، هر چقدر اذیتت میکنه، بی‌توجهی میکنه، خیانت میکنه و تو رابطه میمونی. این اول از همه یعنی خیانت به خودت. خیلی وقتا ممکنه پارتنرت خب شرایطشو نداشته باشه، ممکن ازت دور باشه، یه روزی حالش خوب نباشه و باهات خوب رفتار نکنه و اون موقع تو مجبوری که به پاش بمونی، چون پارتنرت همیشه خوبه، به حالی 1% مواقع حالش خوب نیست. ولی اینکه پارتنرت همیشه باهات بد باشه، تو اصلا نباید تو همچین رابطه‌ای بمونی که بخوای باش وفادار بمونی به این رابطه. مورد آخر، به نظرم هنوز خسته نشدی. وقتی آدم خسته بشه دیگه هیچی براش مهم نیست. تو ممکنه سالها تو این رابطه بمونی و تازه خسته بشی. یعنی ممکنه یه موقعی خسته بشی که به خودت بیای و ببینی که خیلی از عمر تو گذاشتی، روان تو گذاشتی، سلامت جسمی حتی دیگه نداری، به خاطر اینکه دیگه یه آدم عصبی شدی، یه آدمی که خودشو دوست نداره، اعتماد به نفس نداره و به کسی هم اعتماد نداره. اگه فکر می‌کنی نمیتونی از این رابطه بیای بیرون و حتما با چندین سال بگذره تا به این نتیجه برسی که از این رابطه بیای بیرون، حتما از یه درمانگر کمک بگیر. اجازه نده که بعد از 20 سال، 30 سال، 15 سال رابطه اشتباه بخوای خودت به این نتیجه برسی که بیای بیرون. به خاطر اینکه ممکنه اون موقع دیگه آدم سابق نتونی بشی، آدمی بشی که به کسی اعتماد نداره، خودش دوست نداره و سلامت روان نداره و دیگه هیچ وقت حالت قرار نیست خوب بشه. اما هر وقت بتونی جلوشو بگیری و نذاری این رابطه هر روز صمیمیت‌تر از دیروز بشه و طولانی‌تر بشه، تو برد کردی. میدونم خیلی سخته و توی حرف زدن خیلی آسونه، اما تو اگه 6 ماه ناراحت باشی خیلی بهتر از اینه که سالها ناراحت باشی در کنار آدم اشتباه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی و به دردت خورد، لایک یادت نره و نظرتو حتما برام بنویس. تو ویدیو بعدی میبینم.